بچه‌ها چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خفن جالب دیگه از بدوارد، اما با علی ایکس گیم. امروز توی این ویدیو اومدیم با ریسورس پک ایرانی اصیل، ایرانی خفن. آقا اومدیم با ریسورس پک ایرانی، امیدوارم خوشتون بیاد. لینک کانال علی ایکس گیم هم تو توضیحات میذارم، حتما یه سر بهش بزنید. از بدوارد میذاره، بچه خیلی خوبیه. در ادامه ویدیو خوش معرفی میکنه. علی خودت معرفی کن. یه چه دوست داشتم، من علی ایکس گیم هستم. بچه در این ویدیو حسام گفتش بریم یه ویدیو بدوارد بگیریم، اونم با ریسورس پک های ایرانی. بچه ریسورس پک های سم داخلش تیتاب طلایی و نمیدونم این پشتی های قدیمی و نمیدونم هزار تا چیزای وسیله ایرانی داره و ساندیس و همه چی داره. بچه ایرانیه دیگه. آره پس قبل از اینکه بریم این ویدیو رو شروع کنیم، به عشق من و علی که کار ندارم، حال میکنید با ما یا نه؟ آقا به عشق این ایرانی، به عشق این ریسورس پک ایرانی یه لایک قشنگ با کامنت زیبا بذارید. بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. خب علی بریم. علی بهت پارتی دادم؟ باید پارتی بدم. اصلا ریسورس پک برابر نیومده. نمیدونم والا. من دارم میبینم شاید بفرما. ریسورس پک. بابا وایسا دارم ریسورس پک دارم فعال میکنم. وایسا. خب بچه‌ها داش علی سیستم خیلی قوی داره، در حد هایپریوم، سر همینه. آره سریع میاره. بله خب همچنان منتظریم. دل من مونده. خب چه کنیم؟ برادران دوست داشتنی کجاست؟ بابا یعنی چی؟ آها خب. قبول کردم پارتی تو. خب قبول کرد داش علی. بریم یه دست سولو بزنیم و بیایم. اوکی بریم بزنیم. بده سولو رو بزنیم. خب بچه این بزنیم. بچه این اسکای چه استودیوهای موجنگ مونتا با نوع چی؟ با نوع مینیاتوری. بله منطقیه. بچه اول از همه که کلا سورداش همشون نون سنگکه و این کارو خیلی خفن میکنه. وولاش کلا پشتیه. علی هم توضیح وقتی بلکو میکنی یا بلکو میزدی این افکت صدا رو به آدم میده. این وولاشه کلا. بچه ببینید گلدن اپل رو ببینید همه رو دیگه. حالا ساندیس رو نیستم ولی خب ساندیس هم چرا هست، واتر باکتش ساندیسه، خاطر انگیزترین چیز تاریخ دیگه. اینا بسته. بریم سراغ خود مچ. همه چی فقط من تو گیمم. منم تو گیمم برادر. اینا فقط بچه ها بده چه بریم. بلو کیه؟ نه بلو علی نیست. حالا من میگم این صدای زیاده. او اول فاز این بلو صدای ایکی 47 بوده بچه. با من ریسورس پک ایرانیه برای من نمیاد. به به حالا باز کرش میکنم مثلا در بگم کجا دارم میرم نمیدونم. اشپیم دوه بچه ها زد چپ و راستم کرد ولی خب خوشم وارد شد. ها به من میگن گودره. نه تو چقدر نمک. بچه علی همچین ذره با فضا آشنا نیست حتی. مشکل صدا چی بود؟ پیام بازرگانی. چه دارم بهتون بگم این افکت صدای پیام بازرگانی برای اوقاتیه که برای واه شانسه، برای اوقاتیه که بده شما میره یا شما به کسی میاد به من میگن گودرت آشنایی بابا. فاینال حسام من بدون ریسورس پک دارم بازی کنم. بله زد منو. من دارم بدون ریسورس پک بازی کنم. خیلی منطقی. بله بچه‌ها ببخشید یه خورده فیلم دیگه اینجوریه. بعد خیلی مدت ها برگشتیم با یه سم. تو چی؟ بنده رید هستم برادر. بذار بینم بده. با من
خودم یه داستان دارم، تو بهم خبرم. بچه به اینم نیستش که مثلا مثلا من دوستی مثلا بدم دیگر نزنیم، میزنیم. آره تا دلت بخواد میزنیم. بچه بلو بده منو زد الان. وایت یارو اصلا منو آهنگ کامبو کرد. بازی لیف دادم خود و دوستان. و این وضعیت خیلی خوبه کلا. بازی لیف دادم. خب بچه ها ببخشید این ویدیو کوتاه بود، ما وقت نداریم و باید سریع بریم و مهمتر از همه اینکه فقط یه معرفی بود و اگر لایک این ویدیو به 10 تا برسه میریم گیم پلی 20 دقیقه‌ای رو همین حدود با هم ریسوس میریم. مرسی تا آخر این ویدیو بودید. لایک کامنت دوم فراموشتون نشه و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.